بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، اليوم الأربعاء الموافق 30/4/2025 من قلب قطاع غزة. امروز چهارشنبه برابر است با 24 آپریل سال 2025 میلادی از دل نوار غزه، از درون بیمارستان الشفا، همان بیمارستانی که ارتش اشغالگر صهیونیستی به آن یورش برد و آن را به کلی ویران ساخت و با تمام قساوت در آن به کشتار و تخریب و بی‌حرمتی به انسانیت دست زد. في افغانستان و تاجیکستان با تمام وجود مراتب سپاس و قدردانی خود را تقدیم می‌داریم به برادران و خواهران عزیز و شریفمان در سرزمین‌های ایمان و غیرت، افغانستان و تاجیکستان. با پاس حمایت خالصانه و ایمانی ایشان در مرحله هفتم کاروان کمک‌های انسان دوستانه قرار داریم. شما با دل‌های سرشار از ایمان ثابت کردید که امت اسلامی همچون پیکری واحد است. گرچه مرزهای جغرافیایی ما را از هم جدا کردند، اما ارواحمان همچنان در عشق به الله، یاری دین او و پیمودن راه برادری و وفاداری در کنار یکدیگرند. از شما سپاسگزاریم، زیرا در سخت‌ترین لحظات محاصره و رنج ندای برادری بودید و دست سخاوت گشودید. شما ثابت کردید که مادام مردانی چون شما در این امت هستند، امت اسلامی زنده است و نخواهد مرد. نخص بالشكر والتقدير الأستاذ الشاب أحمد رضا عارفي الذي جمع هذه المساعدات. تشکر ویژه و صمیمانه خود را نثار استاد جوان و با اخلاص احمد رضا عارفی می‌کنیم، کسی که این کمک‌های پربرکت را با همت بلند جمع‌آوری کرد و با وجود دشواری‌ها و موانع بسیار آن را به ما رساند. خداوند به خاطر خدمت به اسلام و مسلمین او را جزای نیک دهد، در تلاش‌هایش برکت نهد و مقامش را در دنیا و آخرت بلند سازد. كما نخص بالدعاء والثناء فضيلة الشيخ المفتي أحمد فيروز حفظه الله تعالى الذي أرسل مبلغ $2000. همچنین درود و دعای خالصانه تقدیم می‌کنیم به فقیه گرامی حضرت شیخ مفتی احمد فیروز حفظه الله که با ارسال مبلغ $2000 برای برادران محاصره شده در غزه نمونه باشکوه از وجدان بیدار و دل آگاه و دردهای امت را به نمایش گذاشتند. از خداوند می‌خواهیم که این عمل نیک ایشان را در میزان حسناتشان قرار دهد، علم و برکتشان را افزون گرداند و آثار خیر او را گسترده و ماندگار سازد. و آملین منکم العطاء والمزید والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تا کی به انتظار توپ و تشر نشینیم، یا پای قتل عام نسل بشر نشینیم. خون است و قتل و کشتار بر ملت فلسطین، شایسته نیست بر ما آرام اگر نشینیم. تا کی کنیم تماشا اجساد بی پناهان، سودی ندارد آخر ما نوحه گر نشینیم. فریاد و زجه های طفل و زن مسلمان بر آسمان رسیده، ما گوش کر نشینیم.